در یک سفر کوتاه با هم میرویم به مریخ. ساخت‌های اولیه شروع به کار میکند. راکت حامل مریخ نورد از زمین بلند می شود. سرعت راکت میرسد به 5364 کیلومتر بر ساعت. سوخت اولیه بعد از اتمام از بدنه مریخ نورد جدا می شود. رانشگر دوم همچنان شروع به کار می کند. با جاذبه کمتر به سمت مریخ در حرکتیم. کابرهای مریخ نورد از دو طرف باز می شود. حالا مریخ نورد فاصله 225 میلیون کیلومتر از زمین به مقصد مریخ را باید طی کند. رانشگر سومی همچنان از بدنه مریخ نورد جدا می شود. بعد از رهاسازی رانشگر سوم، رانشگر چهارمی شروع به کار می کند. همچنان رانشگر چهارمی بعد از اتمام سوخت از بدنه مریخ نورد جدا می شود. بعد از 7 ماه سفر طولانی، حالا مریخ نورد به جو مریخ وارد می شود و حالا باید سرعت خود را هرچی که می تواند کمتر و کمتر کند. غیر آن با این سرعت سرسام‌آور مریخ نورد منفجر خواهد شد. چتر کاهش سرعت باز می شود. سپرهای محافظ از دو طرف باز می شود. بالونهای ضد ضربه فعال می شوند. رانشگرهای معکوس شروع به کار می کنند. مریخ نورد بالاخره به آرامی به سطح مریخ رسید. دوستان خوب کابل تیک تاک، به مریخ خوش آمدید. سپاس از اینکه با ما همراه بودید. برای ویدیوهای بیشتر لطفاً نظرتون رو در پایین ویدیو با ما به اشتراک گذارید.